باری یکی از پروفسوران فاکولته فیزیک و متماتیک خواست به دانشجویان سبق داده باشد که تمام عمر در خاطرشان نقش بندد. او به تخته با حرفهای کلان عدد 1 را نوشت و رو به دانشجویان آورده گفت: این یکی از خصلت‌های مهمترین حیات آدمیت شماست. سپس در شفت عدد 1 عدد 0 نوشته گفت: این دستاورد شماست که اگر آن را پهلوی آدمیت شما گذاریم اعتبار شما را 10 برابر زیاد می کند. باز یک عدد 0 علاوه می کنیم و این تجربه شما خواهد بود و اعتبار شما به 100 برابر می شود. هر عدد 0 علاوه شده شخص را نیکسرشتر می کند. ناگهان او عدد 1 را که در اول صف می ایستاد پاک کرد. در تخته سلسله عددهای بی افاده و بی معنای 0 باقی ماندند. پروفسور گفت: اگر شما آدمیت نداشته باشید تمام خصلت‌های دیگر شما ارزشی نخواهند.